امروز صبح ساعت 6 رفتم سفر. به خاطر هم ورزشم یکم عقب افتاد. ساعت 9 اولین وعده غذایی می‌خوردم و قبل از اون 2 لیوان آب جوش خورده بودم. بعد صبحانه که 3 تا تخم مرغ آبپز بود و کنار اون آبی که توش نعنا و لیمو و زنجبیل بود خوردم. نهار کباب خوردم. برای شام هم مقدار نون پنیر خوردم. بعد برای میوه‌ام یه دونه هلو خوردم. بعد که اومدم خونه، چون ورزش نکرده بودم، شروع کردم ورزش کردم، فیلم گرفتم و براتون میذارم. میدونم که من تو این راه خیلی باید سختی بکشم، ولی چون شما همراهم هستین به هم انرژی و امید میدین و من میتونم مسیرم رو تا آخرش برم و مطمئنم که موفق میشم. از اینکه همراه من هستین ممنونم. لایک و کامنت یادتون نره، سابسکرایب کنین و به هم انرژی بدین.